و اما مشکلی که اینجا داریم میبینین، چون هر دفعه که کلیک میکنم لوپ دوباره از اول کال میشه و میره لیست دوباره از ایندکس صفرم دوباره میندازه و دوباره اگه اضافه کنم دوباره همون کار میکنه، دوباره اول ایندکس صفر، ایندکس یک و ایندکس دوباره میندازه. دلیل مهمی هست که ما اینجا اینی کانکتینیت را وقتی استفاده کردیم یعنی هیچ وقت ریرایت نمی کنیم، یعنی همیشه چیزی که قبلا هسته را به ادامش بنداز. قبلا یوتیوب اینجا بوده و دوباره وقتی کال میشه با اینی کلیک کردن دوباره او را نگه هم داره، چون کانکتینیت هست، این قیمت قبلی تا داشته باش، قیمت های جدید هم در کنارش بنداز، در حالی که او چیزی نیست که ما میخوایم. کاری که میکنیم این هسته که یعنی وقتی که ای فانکشن کال میشه، قبل از اینکه فور را کال کنیم ما بیایم و همون المنت را خالی کنیم یک دفعه. درست همین لیست المنتی که داریم، حالا مثلا دات حالا با چی هم کار، مثلا تکست کانتنت یا هر چیزی که داخلش هسته را میگیم خالی کن. درست لیست المنت داخل تاکسیمنت هر چیزی هسته را خالی کن، چون دوباره میخوام من فور را رن کنم، پس مشکل نداره دیگه، چون چیزی که قبلا هم بوده را من دوباره میتونم ذخیره کنم. حالا بیایم این رو تست کنیم. من یک رفرش کنم و این رو گل اضافه میکنم، یک دفعه اضافه شد. درست چون خب یکیست. ببینم اگر دومی را اضافه کنیم چه اتفاقی میفته. ببینید درست شد. یعنی که میایم وقتی من ای فانکشن رو کال میکنم اول میرم این رو خالی میکنم، میگه خب به قبلی ضرورت ندارم، هرچی بود خالی، حالا برو فورک و هر چیزی که در لیست داری را اضافه کن. اما این کد ما درست است کار میکنه و هیچ مشکلی نداره. ما یک اصطلاحی داریم در کدینگ و دیولپمنت به نام ریفکتورینگ. ریفکتورینگ یعنی که شما اول کد را نوشته میکنین و همون چیزی که در ذهنتان میاد با همون سولوشن مینویسین و تست میکنین و میبینین که بله کار میکنه و هیچ مشکلی هم نداره، یعنی که شما او را درست کردین و همون کاری رو که میخواین هم انجام میدن. اما شما باید بیاین او را ریفکتور کنین، یعنی بیاین دوباره کدایتون رو بازبینی کنین، ببینین خب چرا من اینجا این کارا کردم، من میتونم که کار بهتر کنم که پرفورمنس مرا بالا ببره یا حداقل کدای مرا کوتاه‌تر کنه. و بعد او کار رو برای ریفکتورینگ یاد میکنیم که یک کار خیلی مهمی هم هست. یعنی شما اول کد را بنویسین را به هر طریقه‌ای، با هر سینتکسی، با هر سولوشنی، با هر الگوریتمی و او را رن کنین و کار رو واقعا تست هم کنین و ببینین که همه چی درست است. بعد از او که وقت پیدا کردین بیاین بگین آها خب حالا که دیگه من مثلا فشار رویم نیست و کار انجام دادم، حالا میایم و کد را بازبینی میکنم و ریفکتورینگ میکنم تا ببینم به چه قسم میتونم این کد من را پرفورمنس بالا ببرم، کدهای من کوتاه‌تر کنم و هر چیز دیگه. مثلا در این قسمت استفاده کردن از فور. ببینید داخل فور حالا که این مثلا این تعداد لیست شاید کم باشه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، اما در مجموع فور سر و کار داره با یک کاری را تکرار انجام دادن و این تکرار ممکن مثلا 100 دفعه، 1000 دفعه یا خیلی بیشتر باشه. پس اصلا یک گود پرکتیس نیست که شما دام را مودیفای کنین در داخل یک فور. ببینید من داخل این فور به تعداد آیتمی که داخل لیستم دارم در حال مودیفای کردن دام هستم. ببینید اینی دام هست دیگه، این HTMLش هر دفعه مودیفای میکنم. داخل فور برو و دام را مودیفای کن 3 دفعه 4 دفعه هر دفعه و این اصلا خوب نیست. شما میتونید بیاین یک کاری دیگه کنیم که دیتای خود را آماده کنین داخل فور و لیست را در حقیقت که میخواین نشان بدین و بعد از فور بیرون شوید و یک دفعه فقط دام را مودیفای کنید. برای کار من میایم اینجا یک وریبل درست میکنم، بای دیفالت میگم کانست و مثلا نامش میمونم لیست آیتمز و فعلا خالی. خب اول در مورد کانست همینجا این فعلا خالی است، ولی من قرار است داخل فور این قیمت های یعنی الایه ها رو همه رو بندازم داخل از این. پس این دیگه طبعا قرار تغییر کنم، پس مجبور هستم لت استفاده کنم. پس لت. حالا میایم اینجا چیکار میکنم؟ من این را دیگه دام را نمیگم هر دفعه دام را تغییر بده، دام را میگم نه، به جای از این میگم اینمی هر دفعه این دیتایی که هست را بنداز داخل این لیست، این لیست آیتم خالیه فعلا نه. هر دفعه که این قیمت ها رو میگیری و لیست را قرار است درست کنی با اینمی ال آی و اینمی ایندکسی که گرفتی بنداز داخل این لیست آیتم. در حقیقت من دیگه داخل فور دام را در حال تغییر نیستم، یک وریبل را فقط در حال دیتا انداختن توش هستم. وقتی که از فور خلاص شدم میام بیرون میگم خب این حال دیتای من آماده است دیگه، حالی میگم لیست element dot
اینر HTMLش مساوی به چی شود؟ مساوی به اینی. این لوپ 2 دفعه، 3 دفعه، 4 دفعه، هر چی تعداد لیست ما هست، یعنی لیست هر دفعه میگیره میندازه داخل از ذخیره میکنه، فقط وریبل در حال تغییر هستن. وقتی که این لیست من تا هر جایی که بود آماده شد، یک دفعه میگم اینا رو بنداز داخل دام. این رو ذخیره میکنم ببینیم که کار میته یا نه. اضافه شد و مطمئنا اضافه شد. ببینید دوباره همو کارایی را داره، همو فانکشنالیتی را داره، اما باعث میشه پرفورمنس ما بالاتر بره، چون من من دام را فقط یک دفعه مودیفای میکنم، نه به تعداد ایندکس هایی که داخل فور دارم، که واقعا هم اصلا کار درستی نیست که کار انجام دادن. این بهترین پرکتیس است که ما انجام دادیم. کد انجام دادیم و در نهایت دام را یک دفعه چی کردیم؟ یک دفعه دام را آپدیت کردیم. خب ما یک چیزای دیگه ای را مال میخوایم. وی هسته که این فقط یک تکست است، میبینید اصلا قابلیت کلیک رو نداره، ولی خب این به درد نمیخوره دیگه. من خوبی این اکستنشنی است که من بیایم و فقط یک کلیک کنم و باز شود و هم در یک تب دیگه باز شود، نه تبی که فعلا دارم، نه، یعنی کلیک کنم بره یک تب دیگه این باز شود و من بتونم ببینم. برای انجام دادن از این مجبور هستم من بیایم به امی آیتم هایی که داخل الای هستن تگ ای را اضافه کنم. تگ ای تگی است که باعث میشه چی شود؟ لینک پیدا کنه، باز و بستن. درست؟ خب بعضی اتریبیوت دیگه هم داره دیگه که خود مثلا href هستن، مثلا اینجا مجبور سینگل کد بتیم چون اینجا دبل استفاده کردیم، اینجا سینگل کد باشه و حالا مثلا فعلا 8 یک جای بره و قیمتش هم ای باشه. حالا مثلا این رو تست کنیم، باید حالت لینک را حداقل پیدا کنه. وقتی اضافه میکنم بله ببینید لینک پیدا کرد و میتونم لینک را کلیک کنم، اما فعلا لینکش جایی نمیره چون ما جایی که hrefش را دادیم این جایی نمیره. قرار است کجا بره؟ قرار است اینی چیزی که در اینجا ذخیره شده اینجا هم باشه. اما برای ذخیره کردن از این من مجبور هستم چیکار کنم؟ چون که اگر این رو من کپی کنم اینجا بندازم به هیچ وجه کار نمیته. ببینید میته این رو فقط مناسب یک همین تکسی که اینجا هست، یعنی چیز خاصی نیست، یعنی لیست دادن، یعنی لینکی که در حقیقت قیمتی که داخل از این هسته اینجا نمیندازه، این خود لیست همین چیزی که اینجا نوشته کردیم میندازه، در حالی که این باید بره قیمتش را از داخل لیست بیاره و بندازه. به خاطر از این ما میایم میگیم همین کاری که تا حالا انجام دادیم، اینا کانکاتنیشن، میگم که میایم اینجا بسته میکنم، یک مثبت میتونم این رو کانکتینیت میکنم با ای، دوباره یک مثبت میتونم، دوباره اینجا کانکتینیت را ادامه میتونم. ببینید اینال این قیمتش درست شده، یعنی الان کار میده درست، چون دوباره آمدیم کانکتینیشن کردیم مثل که دقیقا همینجا انجام دادیم. حالا اگر مثلا ریفرش کنین، خب برای که لینک باز کنه باید HTTPS ش هم بتونیم که بتونه اون رو لینک بشناسه. خب این رو من سیف کنم، یعنی ببینید این را کلیک کنم من مستقیما میبره و گوگل رو برای من باز میکنه، اما توی همون تب باز کرد و این همون مشکل است. به خاطر از اینکه اون تب را باز نکنم من مجبور هستم بریم یک اتریبیوت دیگر رو به ای اضافه کنم که خب شاید آشنایی داشته باشیم با HTML. به خاطر از اون باید از اتریبیوت تارگت استفاده کنیم و قیمتش را مساوی بتیم به اندرسکور بلانک. این چیزی است. خب این رو رفرش میکنم و همین را ذخیره میکنم و حالا اگه کلیک کنم بله ببینید یک تب دیگه باز کرد برای من. خب این تب میتونم کلوز کنم و اینجا درست شد. پس کارایی ما درست شد، یعنی چیزی که میخوایم واقعا همین چیز است دقیقا. اما بازم یک ریفکتورینگ اینجا لازم داریم که باید یک ریفکتورینگ انجام بدیم، چون که خیلی یک کانکاتینیت اینجا انجام دادیم و خیلی هم خوب معلوم نمیشه، یعنی یک حالت کانفیوز است، یعنی آدم گیج میشه ببینه که چه کاری انجام داده. ما اینو میتونیم بیایم ریفکتور کنیم و به یک حالتی انجام بدیم که خیلی واضح و ساده تر باشه.